سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 24 ایول همراهی شما. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت ماموران پلیس دو جوانی را دستگیر کردند که نیت داشتند در همکاری با گروه دولت اسلامی در 12 جای کشور عملیات تروریستی انجام دهند. دفتر مطبوعات وزارت روز 24 ایول خبر داد که باباجان رجب علی ساکن کلاب و صدرالدین جباروف ساکن ناحیه رودکی می‌خواستند 12 اداره پلیس در دوشنبه ناحیه‌های رودکی و فیض‌آباد و رشت و کلاب را بتر کنند. و گفته وزارت در خانه‌های این دو نفر ظرف‌های اکسیژن و دیگر وسایل برای آماده کردن مواد ترکننده را پیدا کردند و مصادره کردند. و قول مفتشان به این دو نفر یک جنگجوی تاجیک با نام ابو سعید از سوریه دستور می‌داده است و آنها می‌خواستند در ماه رمضان عمل‌های تروریستی را انجام بدهند و به اعتقاد خودشان در تاجیکستان جهاد کنند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند مبلغ گذاری برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون در نیم سال گذشته کمتر شده است. جمشید کریمزاده معاون اول وزیر مالیه روز 24 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت واردات پول کمتر به بودجه دولت نگذاشت که پول کافی برای این نیروگاه عظیم جدا کرده شود. عامل‌های بیرونه از جمله بحران روسیه سبب اجرا نشدن نشاندادهای بودجه تاجیکستان شده است. درآمد بودجه دولتی با اندازه 96% اجرا گردیده است. زیاده از 5.6 میلیارد سومانی کم و نسبت همین دوره سال گذشته 279.7 میلیون سومانی زیاد میباشد. و گفته نمایندگان وزارت مالیه تاجیکستان در نیم سال گذشته حکومت برای کارهای ساختمانی در راغون بیشتر از 200 میلیون دلار خرج کرده است. حکومت تاجیکستان وعده داده است که تا سال 2018 دو اگریگات نیروگاه راغون را به کار می اندازد و مشکل بی‌برقی در تاجیکستان را از بین می برد. در پایتخت آذربایجان شهر باکو محاکمه دادگاهی خدیجه اسماعیل و خبرنگار شناخته و همکار رادیو آزادی شروع شد. روز 24 ایول ماموران پلیس آذربایجان به حامیان حقوق و دیپلمات‌ها اجازه ندادند وارد تالار دادگاه شوند. خدیجه را که 7 ماه پیش دستگیر شد به بهتان زدن، سرپیچی از پرداخت مالیات، تجارت غیر قانونی و سوء استفاده از مقام متهم می‌کنند، ولی سازمان‌های بین المللی حامی حقوق و طرفداران خدیجه می‌گویند که همه اتهامات انگیزه‌های سیاسی دارند و حکومت آذربایجان می‌خواهد برای گزارش‌های تحقیقاتی خدیجه درباره معامله‌های مالی رئیس جمهور الهام علیف و اهل خانواده‌اش از او نقار بگیرد. دادگاه بعد آغاز محاکمه آن را تا روز 7 آگوست به تأخیر انداخت. در منطقه رشت کارها برای رفع عاقبت‌های سیلاب‌خیزی ادامه دارد، ولی مردم میگویند به کمک احتیاج دارند. از جمله ساکنان خانه‌هایی که در روستای بیدک در ناحیه رشت زیر یرچ ماندند وسایل روزگار خود را باران زیاد و سیل و یرچ در رشت در اول یعنی هفته یک نفر را کشت و 50 خانه را ویران کرد. 15 خانه دیگر آسیب دیدند و حکومت تاجیکستان گفته است به مردم آسیب دیده و محتاج کمک کرده شود. گزارش کامل از وادی رشت به زودی در وبسایت azadi.org نشر می شود. مقامات تاجیکستان گفتند اهالی کشور تقریبا به 8.5 میلیون نفر رسید و با سرعت افزایش می‌یابد. رهبران آژانس آمار تاجیکستان در این باره روز 24 ایول در نشست خبری در دوشنبه خبر دادند و گفتند برای شمارش آینده اهالی در سال 2020 آمادگی می‌گیرند. اهالی تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر شوروی سابق با سرعت بلندتر زیاد می‌شود و بر طبق پیش‌بینی‌های سازمان ملل ممکن است اهالی تاجیکستان تا سال 2050 به 15 میلیون نفر برسد. سالانه در تاجیکستان 200,000 کودک تولد می شود. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.